یک مجمعی به نام ستاد استقلال تشکیل شده هست که من علمای هر شهری که معروف دارن در بحث فتوا هستن و اگر نبودن هست، شما میتونید تماس بگیری واتساپ. اول اگر در یک جای دیدن اونا اطلاع بدید، اونا مرکز و حضرت شیخ الاسلام تصمیم میگیرن با اون ستاد استقلال. و این بحث ها هست. شما زیاد الا بالله در گردن مولا، این بهترین کاری بوده که زمان قدیم علمای فهمیده و مردم فهمیده گفتن. کار مولا دیگه که چطور نماز میده، چطور روزه ما میگه. شما که در مسائل دینی زیاد آشنا ندارید دیگه زیاد خودتون رو وارد بحث نکنید. بحث زیادی هست، نمیشه در 4 دقیقه یا 1 ساعت 2 ساعت تفهیم که مسائل نماز هستن. و اگر بر مولا شکید شما دیگه پس هیچ چی نمیشه کرد. مثلا شاید نماز بی وضو داد و احتمال دیگه، و شاید مثلا روزه رو دیدن از ترس دولت اعلان نکردن، از ترس دولت فلان. این همه حرفایی که خوب نیست، شیطان اینا رو بیشتر میپسنده. و شما نباید راجع به علما، خصوصا علمایی که متقی و بزرگوار هستن مانند شیخ الاسلام، مولانا چابهاری، دیگه بزرگواران، شما چنین حرفایی رو بیاری به زبان. چطور از امام مسجد خودتون این شک نمی، شاید بی وضو نماز داده، شاید فلان شده، نه این شک نباید شک کرد. شما بذاری بر، اگر خلافی بکنه الله اونو باز خاص میکنه. شما به اصطلاح بدون شک با یقین به اصطلاح پشتونا حرکت کنید. این که عربستان اید شده، فلان جا اید شده، این دیگه حرفای ساده هست دیگه. خب اونا برای خودشون دیگه اصولی دارن، دیگه شرایطی دارن، دیگه بحثایی دیرن. چون اونجا بودی ماه رو دیدن، چطور اعلان کردن، چطور دیدن، نبودی دیگه. خب خود عربستان هم بر مبنای دیگه کشورها اعلان نمیکنه. مثلا لیبی گاهن زودتر میبینن و عید میکنن، اما عربستان اعلام نمیکنه برای عید. خودش میگه مستقل کشوری هست. پاکستان علماش همینطور، هندوستان هم مستقلن، هر کشوری مستقله. فتوای رایج اخیر در میانه علما همین، هر کشوری مستقل. این خیلی عجیب میشه بعضی جا، حالا نام برن کردستان، مثلا بعضی مساجد خراسان یک مسجد روزه، مسجد دیگه عید کردن. چطور میشه؟ مگه عید انفرادیه؟ چی میشه؟ آقا فقها آوردن این مسائل رو. یک شخصی دید، 2 شخص دیدن، بعضی دیدن اومدن اما قبول نشد شهادتشون یا حرفشون پذیرفته نشد. عید میشه؟ میگه نه عید نمیشه دیگه. و همون 2 نفر هم روزه بگیرن دیگه، احتمالات شاید بوده. حالا در بحث روزه که شروع میکنن احتیاطاً اون روزه باشن. اما لہذا صبر کنید تا حضرت شیخ الاسلام تصمیم بگیره.